سند میذاری؟ اینجا مشهد سند که چی ننت هم بذاری ولمون نمیکنه. کی بله بابا. الان یارو از خونه‌اش میخواست بره بیرون، گفت آقا ببخشید زحمت دادیم. گفت خواهش می‌کنم. چی خوردی؟ گی خوردی؟ من شاشیدم توی 2 تا استکان چایی که تو خوردی. میگفت هر کس به والدین خود نیکی کند انگار که به پدر و مادر خود نیکی کرده است. مثلا بهش گفتن تو زنتو بیشتر دوست داری یا خرتو؟ گفت خدا نعلتت کنه که 2 دلم کردی. باز گفت رفسنجان آقا با رفقای من شوخی نکنیم. خیلی ممنونم. به هر حال اوصیکم بتقوی الله نظم امن. فکر کنید بهش گفتن این بچه تو چرا انقدر زشت و سیاست؟ گفت ولک شو تاریک منم دستانا میخواستی معمرزا گلزار بسازم.